3 سال سوید مشق کردم. من در شهر قزاقستان مسابقه رفتم. 8 نفر را زدم. او هم سخت بود. من کوشش کردم. او را زدم. مدال طلا را گرفتم. پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا برداشتم. من باور نداشتم که در قزاقستان سرم ولی یکم جای نقشیدن شد و یکم جای شد. طول 3 سال می شود که در همین مقی میدان بومی مشق میکنم. 15 اوگوست در شهر دیگه قزاقستان رفتم. 6 کس رو مغلوب کردم و سزاوار جای سوم گشتم. این مسابقه مذکور بین 12 دولت آسیای میانه و اروپا بود. ورزشگران خیلی خوب اشتراک نمودند و فینال راحت یافتند. با بحر فینالی و بحر تصادفات جای‌های یکم و سوم رو اشغال نمودند.